امروز وقتی باقیگل سیاه این بچه خیل من این فرزندان کوی نوزنینش رجبگل مومگل ایدنیا رفت حیاتی آدم سوختی نه این مومگل امید رجبگل مومگل باقیگل مومگل را پدرش با ضرب بیل کشت و باقیگل و رجبگل را سخت مجروح کرد. فاجعه روز 19 مارس در دهه توده‌بایان ناحیه همدانی رخ داد. یک وقت صدای بیل شد. من از اینجا نگاه کردم که در سر زنش با بیل زد. زنش افتید. خب من فکر کردم که با اون طرف بیام دایره اون نکنم. از همین جای تنگ من با کلا پردم اونجا. پردم که در مدتی 3 ثانیه یا بیلی 3 بیل زده گریخت. سوربان سلیموی 31 ساله بعد گریختن از این خانه به حولی ساکنی دیگری ده رفت و با ضرب بیل یک زن 53 ساله دیگر را کشت. ظاهرا فاجعه هیچگاه از یاد پدر سوربان نمی رود. همه خون بود این نوار به طور ترش دیمان گفتیم این مومگل با فکر در همه جانش برآمده دید دخترچه 3 ساله‌اش. پدر بعد کوتاه کردن موی فرزندان به آنها و مادرشان در افتاده است و به هیچ سبب بیماری روحی سوربان سلیموف بود است که به گفته والدان هنگام خدمت در صف ارتش پیدا شده است. 1 سال و 8 ماه زنگ میزد نمای میکرد بعد 1 سال و 8 ماه دیگه زنگ نزد از خدمت. بله دیگه زنگ نزد. بعد ما گفتیم خیلی ماه دیگه موندگی ایشالا با هم رفتم میویا بود کدگی دیگه خبرگیریش نرفتیم. بعد یک وقت همیشه میاد که بچه چیزی خیلی جنیسته چشموش هم خیلی ریسک است داره. خونه در ششتگی بودم که اومدن گفتن که سوربان اومده یا خدمت. بچم و هواس دویدم رفتم با پیشی فرزند من میرم میگم قطعی بچم سلام کنم بچم اسمو اونا نگاه داره اینا و اینی بلیتی توزن سوز در دستی بچه دادن در دری مغازین آوردن خوی کردن و خونه را روانش کردن. سوربان در شهر دوشنبه در واحد نظامی 05-10-52 از سال 2009 تا سال 2011 خدمت کرده است. قسم نظامی هنوز این قضیه را شرح نداده است. ما از همین خدمت رسیدگی پسر ما سلیم و سوربان از همین وای نشست 05-10-52 همین خیلی ما خفه که همین پسر ما بیمار 1 سال و 8 ماه خدمت کرد. دو ماه دیگه در بیمار بودن ما را خبر نکردن. بعد ختم خدمت طبیبان ولایت ختلان خلاصه دادند که سوربان به مجذوبیت پارانویدی با روند خروجمند گرفتار است، هرچند در گذشته نداشت و در اولادش هم کسی این بیماری را ندارد. والدان میگویند برای معالجه به چندین جا مراجعت کردند ولی بی نتیجه. سوربان در بازداشت است و تحقیق قضیه‌اش ادامه دارد. مادرش بی‌اعتنایی مقامات را سبب اصلی فاجعه می‌داند. چطور کنم بچم؟ با پراکاتورای کلوب رفتم، با ملیسا خونه رفتم، با حکومت رفتم، در حکومت 2 بار اومدم. یگم آدم به دادی من نرسید. انا امروز کو ملیسا نیایا، کو پراکاتورا نیایا، کو همو چی با سوالی به همین دردی من دردی من نرسید. امروز به درد یک کسی دیگه میرسم. ما شهروندی تاجیکستان نبودم، ما مادری تاجیکستان نبودم. برای دولت فرزند روی کردم. ما برای خدمت فرزند را روی کردم، به خدمت دشمن آوردم به خونه ما، به همسایه ما.